سلام. فشار خون نیروی خون در برابر دیواره‌های عروق خون شما را اندازه‌گیری میکنه و اکثرا فشار بلند خون یا هایپرتنشن هیچ علائمی نداره. اگر فشار خون شما بالا باشه موجب افزایش خطر امراض قلبی و سکته مغزی میشه. امروز در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های بشر که فشار خون است صحبت میکنیم. اینکه فشار خون چیست، چه کسانی مبتلا میشه، نشانه های آن چیست و چطور تداوی کنیمش. تشکر از هموطنان عزیزی که ویدیوهای مرا لایک و کامنت میکنند. از تمامشان کمال تشکر و سپاسگزاری دارم. اول باید بفهمیم که خون تحت یک فشار به رگ‌ها و شرايين پمپ میشه. یعنی قلب وقتی میخواد که خون سرشار از اکسیژن به سمت رگ‌ها و به سمت شرايين ارسال کنه نیاز به یک فشار داره که فشار خون امون نیرویی است که خون به خاطر عبور از رگ‌ها او را نیاز داره و رگ‌ها هم مسئولیت انتقال اکسیژن و مواد مغذی را به بدن داره. و در مبحث فشار خون شما حتما با دو کلمه خیلی سر خوردین که یکی فشار خون سیستولیک است و یکی فشار خون دیاستولیک است. که فشار خون سیستولیک مربوط به زمان میشه که قلب میتپه و خون را به داخل شریان میفرسته، یا واضح‌تر اگر بگوییم امو فشار است که در بالا قرار داره، یا امو اولین عدد است که اگر شما با آله فشار سر خورده باشین یا آله فشار داشته باشین اون امو اولین عدد فشار سیستولیک میگه. و دیگهش فشار دیاستولیک است که فشار دیاستولیک فشار داخل شریان ها را در زمان استراحت قلب نشان میده که او امو دومین عدد است که در دستگاه های فشار معمولا امو عددی که در پایین قرار داره اون امو را فشار دیاستولیک میگه. شما حتما میفهمین که فشار نرمال 120 بر 80 است. یعنی یک کسی که فشارش 120 بر 80 میلیمتر جیوه باشه فشار نرمال داره. اما اگر یگان دفعه یکی دو درجه بالا و پایین هم شوه جای نگرانی نیست، چون در بحث بلند رفتن فشار به شکل موقت خیلی عوامل دیگه میتونه که نقش داشته باشه. اما چی کسا را ما میتونیم که تحت عنوان فشار بلند تداوی کنیم؟ کسایی که فشارشان به یک مدت طولانی 140 بر 90 باشه، یعنی 140 بر 90 میلیمتر جیوه فشار داشته باشن. اینا را باید جدی بگیریم. در قسمت مبحث فشار بلند یکی ما فشار افزایش یافته داریم که از 120 الی 129 بر 80 فشار یک نفر میرسه. دیگه در مرحله اول ما فشار بلند درجه اول داریم که فشار سیستولیک یک نفر 130 الی 139 میشه بر 80 میلیمتر جیوه، یعنی فشار دیاستولیکش 80 میلیمتر جیوه باشه. و در کاتگوری دوم ما کسایی را داریم که مثلا زیر مراقبت باید بگیریم دیگه که 140 بر 90 میلیمتر جیوه فشار می داشته باشند. و در بحث سوم کسایی است که فشار بسیار بالا دارند که او را در کتابا به نام فشار بحرانی یاد میکنه که بالای 180 بر 120 میلیمتر جیوه فشار دارند. اکثریت مردم وقتی که فشار بلند خون داشته باشند هیچ علائمی ندارند. حتی کسایی که فشار خونشان خیلی بالا هم هست متاسفانه در اکثریت اوقات هیچ علائمی نمی داشته باشند و به همین خاطر در مراحل بسیار خطرناکی به شفاخانه مراجعه میکنن، یا مثلا وقتی که دید چشمایشان کم میشه، یا وقتی که به مشکلات قلبی گرفتار میشن، و یا وقتی که سکته میکنن باز به شفاخانه مراجعه میکنن که باز بعدها دیده میشه که علتش فشار بالای خون بوده. فقط برخی از افراد است که مثلا سردردی پیدا میکنن، تنگی نفس پیدا میکنن و خون بینی می داشته باشن. چی چیزی سبب میشه که فشار بلند خون داشته باشیم؟ که در اکثریت موارد علت فشار بلند خون ثابت نشده و دانشمندای طب تا کنون کدام دلیل خاصی به خاطر فشار بلند خون نیافتن. اما دو مورد که همیشه بیان میکنن، اولش کمبود فعالیت بدنی است و دومش رژیم غذایی نامناسب است که خوشبختانه هر دوی همی کار ما میتونیم که تغییر بدیم. یعنی ما میتونیم که هم فعالیت بدنی داشته باشیم و هم میتونیم که رژیم غذایی خود یک رژیم غذایی سالم کنیم تا که به فشار بلند خون
مبتلا نشیم. دو نوع فشار بلند داریم. یک نوع ابتدایی است که 90 تا 95% بزرگسالان مصاب میشه که این نوع فشار بلند علتش تا هنوز ثابت نشده و به خاطر که هزارها رگ در بدن ما وجود داره، هر چقدر هم که جستجو کنیم نمیتونیم علت پیدا کنیم. نوع دومی اکثرا جوانا مصاب میشه و علت موجود است، یعنی علت میتونه که یک مرض زمینه‌ای باشه، مثلا یک کسی تکلیف گرده داره، مثلا یک کسی امراض قلبی را سپری کرده، مثلا یک کسی مشکلات یا امراض هورمونی را سپری کرده، میتونه که علت به وجود آمدن فشار نوع دومی باشه. در کنارش بعضی از دواها هم فشار دومی را سبب میشه، یعنی استفاده از دواهای سرماخوردگی و سرفه میتونه که سبب فشار بلند شوه، یعنی استفاده از دواهای ضد بارداری میتونه که سبب فشار بلند شوه. در کنارش استفاده از مخدرات، کوکائین و امفتامین میتونه که فشار نوع دومی را به بار بیاره. حالا میایم سر فاکتورهای خطر صحبت میکنیم که اولش سن است، یعنی بعد از سن 60 یا 64 سالگی در مردا فشار بلند خون افزایش پیدا میکنه و بعد از سن 65 سالگی در خانم‌ها یا زنها فشار خون بلند افزایش پیدا میکنه. در کنارش در نژاد ما نژاد سیاه‌پوستان بیشتر با فشار خون بلند میبینیم، یعنی کسایی که سیاه‌پوست است با فشار بلند خون بیشتر مواجه میشه. در سابقه فامیلی کسایی که پدرشان یا مادرشان یا خواهرشان یا برادرشان فشار بلند خون داشته باشه، احتمال مبتلا شدنشان بیشتر است. چاقی و اضافه وزنی میتونه که سبب افزایش فشار بلند شوه. سبک زندگی کم تحرک میتونه که باعث فشار بلند خون شوه. در خیلی از جوامع‌های پیشرفته شما میبینید که آدما کمتر به پیاده‌روی و کمتر به یک زندگی پرتحرک روی می آورند و اکثریتشان ورزش به حد کافی نمیکنن، پیاده‌روی نمیکنن، از او خاطر میتونه که به فشار بلند خون مبتلا شوند. دیگه سیگرت کشیدن است. کسایی که سیگرت میکشن فشار خونشان به شکل موقت بالا میره و سیگرت به دیواره های رگ های خونتان آسیب جدی میرسانه. در کنارش روند سخت شدن رگ های خونتان افزایش میده. نکته بعدی استفاده بیش از حد از نمک است. کسایی که در غذاهایشان بیش از حد نمک استفاده میکنن باید بفهمن که نمک باعث حفظ مایعات در بدنشان میشه و اینمی کار سبب میشه که فشار خونشان بلند باشه. در ضمن استفاده کم از پتاسیم میتونه که سبب فشار بلند خون شوه. استفاده از الکل، یعنی کسایی که الکلیک هستن اونا زودتر از دیگرها به فشار بلند خون مواجه میشن. و نکته آخری استرس است که استرس میتونه نکته کلیدی باشه، به خاطر که یک کسی که استرس داره عادت خوردن پیدا میکنه و بیش از حد میخوره و اینمی اضافه خوری یا بیش از حد خوردن سبب میشه که زودتر از دیگرها به فشار بلند خون مبتلا شوه. در کنارش کسایی که استرس داره باز سیگرت هم استفاده میکنه که سیگرت خودش میتونه که فشار خون شما را بالا ببره. کسایی که بعضی امراض دارن مثل دیابت، اینا هم بیشتر از دیگرها به فشار بلند خون مبتلا میشن و کسایی که مشکلات گرده داره اونا هم بیشتر از دیگرها به فشار بلند خون مبتلا میشن. چگونه فشار خون خود چک کنیم؟ چطور فشار خون خود ببینیم؟ که بعضی گپا یا بعضی نکات اینجا وجود داره که ایره باید عملی کنیم وقتی که فشار خون خود چک میکنیم. اولش باید که نشستن ما درست باشه، یعنی به شکل استوار بشینیم، یعنی پای سر پای نمانیم وقتی که فشار خود چک میکنیم، یعنی تکیه نکنیم وقتی که فشار خود چک میکنیم. در خیلی جایا شما دیدین که در مراکز صحی مریض با دکتر صحبت میکنه وقتی چک کردن فشار خون، که نمی کار کاملا اشتباه است. وقتی که فشارتان چک میکنین با هیچ کس صحبت نکنین. در کنارش دستتان وقتی که
میخواین فشارتان چک کنین نه زیاد باید بالا باشه نه زیاد باید پایین باشه، باید بالای یک میز گذاشته شوه و بسیار به شکل استوار، یعنی بالا و پایین زیاد نباشه. آرام باشین، چون نکته اصلی که میخوایم براتون بگویم اگر شما از لحاظ روحی آرام نباشین فشار شما بالا نشان داده میشه. اگر شما از لحاظ فیزیکی هم آرام نباشین بازم فشارتان بالا نشان داده میشه. مثلا شما میبینین که معاینه خانه بعض دکتر صاحبا در منزل 2، منزل 3 و منزل 4 است. یگان دفعه مریضا وقتی که میاین و تا که به منزل 2 و 3 میرسن اینا عرق میکنن، اینا بسیار مانده هستن و عمود دقیقه وقتی فشارشان ببینن معلوم دار که فشارشان بالا نشان میده. از او خاطر این نکاتی را که میگم باید به یاد داشته باشین که هم از لحاظ روحی باید آرام باشین و هم از لحاظ فیزیکی باید آرام باشین. دیگه باید درد نداشته باشین. مثلا وقتی شما مراجعه میکنین به یک مرکز صحی و یا به یک شفاخانه میرین، اگر از خاطر یک درد میرین یا اگر مثال بتیم به خاطر درد گردهتان میرین، به خاطر درد شکمتان میرین، از او خاطر اگر عمود دقیقه فشار شما چک شوه معلوم دار که فشار شما را بالا نشان میده. بنان در نکاتی که باید هنگام چک کردن فشار در نظر داشته باشیم یک نکته ای است که باید درد نداشته باشیم. دفعتاً باید غذا نخورده باشیم، یعنی حداقل باید یک وقفه 15 تا 30 دقیقه‌ای بین غذا خوردن باشد تا که باز ما بتانیم فشار خود چک کنیم. از چای سیاه و کافین و کاکائو و قهوه و اینا استفاده نکرده باشین. سیگرت نکشیده باشین وقتی که فشارتان چک میکنین. نکته دیگه خود آله فشار یا دستگاه فشار است که باید یک دستگاه یا آله مناسب و استاندارد باشه، یعنی کفش نباید زیاد کلان باشه برای کسایی که بازوهایشان خورده است و یا کسایی که بازوهای کلان دارن باید کفش نسبتاً کلانتر باشه. این قسمت آله فشار کف آله فشار میگه که شما شاید یگان دفعه متوجه باشین که یا دیده باشین که کسایی که یا بخصوص دخترای جوان یا خانمایی که سنین کمتر دارن وقتی که فشارشان چک کنن فشارشان پایینتر نشان میده به خاطر از اینکه امو کف آله فشار کلانتر است. و یا امی قسم کسایی که بازوهای کلانتر داره امو کف آله فشار درست بسته نمیشه و فشار اونا را باز بالا نشان میده که در هر دو صورت جای نگرانی نیست. اگر شما دستگاه فشار یا آله فشار تهیه میکنین باید مناسب با وضعیت خانواده تان تهیه کنین. کسایی که بازوهای کلانتر داره باید از یک نوع آله فشار استفاده کنن و کسایی که بازوهایشان کوچکتر است اونا باید از آله فشار مناسب با بازوهایشان استفاده کنن. یک نکته دیگر که میخوایم براتون بگم شاید شما هم دیده باشین که یک عده دوای فشار بلند خود سر به خود استفاده میکنه و سر به خود قطع میکنه که اینمی کار کاملا اشتباه است، به خاطر که در اول ویدیو براتون گفتم که فشار بلند خون هیچ علائمی نداره و امو علائم اولیش میتونه که سکته مغزی باشه. بنابراین خیلی احتیاط کنین و دوای فشارتان هیچ گاهی سر به خود قطع نکنین و به شکل منظم استفاده کنین. در کنارش یک چیز دیگه که در خانواده ها خیلی صورت میگیره ای است که اگر یک اعضای خانه دوای فشار بلند استفاده کنه دوای خود به سایر افراد هم پیشنهاد میکنه که اونا هم اگر مثلا فشار بلند دارن از این دوا استفاده کنن که این کار غلط است، چون انتخاب همون کلاس دوایی که برای یک نفر که فشار بلند خون داره توسط یک دکتر صورت میگیره. یک دکتر بعد از اینکه یک عده سوالا را میکنه، بعضی پرسش‌ها را میکنه، بعضی معاینات صورت میگیره، باز بعد از او به یک نفر یک کلاس دوایی انتخاب میکنه. بنابراین هیچ گاه دوایتان به کسی دیگه پیشنهاد ندین و چون که هر کسی دوای خاص خود میگیره. در نوع فشار دومی باید بعضی حالات در نظر گرفته شود. از خاطر که فشار نوع دومی علتش مشخص شده واضح است باید بعضی حالات در نظر بگیریم. اول کسی که با دوایی که سابق کنترل میشد حال کنترل نمیشه ایره باید جستجو کنیم و یک دکتر باید که بعضی معاینات بکنه که علتش چی میتونه باشه. دومش کسایی که بعد از سن 55 سالگی یا کمتر از 25 سالگی مبتلا به فشار میشن هم باید علتش مشخص شود و کسایی که شکایت بعضی امراض میکنه هم باید که علتشان مشخص شود.
حالا میایم سر تداوی صحبت میکنیم که نکته اول در تداوی فشار بلند خون ورزش منظم است که قدم زدن، والیبال، بسکتبال، فوتبال و یا هر ورزشی که شما خوش دارین شما را میتونه خیلی کمک کنه در قسمت تداوی فشار بلند خون. اما از ورزش‌هایی که ثقیل است اجتناب کنین، مثل وزنه‌برداری. نکته دومی دوری از استرس و اضطراب است. نکته سومی حفظ تناسب اندام و وزن ایدئال است. نکته چهارمی پرهیز از مصرف نوشیدنی‌های الکلی است یا نوشیدنی‌های گازدار. نکته پنجمی اجتناب از سیگرت است. نکته ششمی استفاده از یک رژیم مناسب است، مثلا خوردن میوه، مثلا خوردن سبزیجات، مثلا استفاده از غذاهای کم چرب و کم شور، استفاده زیاد از غذاهای فایبردار که شما در گوگل و اینترنت خودتان سرچ کنین که غذاهایی که زیاد فایبر داره اونمو رو زیاد استفاده کنین. در قسمت دوم باز استفاده از دوا است که یک دکتر نظر به شرایط یک نفر و نظر به معاینات یک نفر یک کلاس دوایی را انتخاب میکنه و اون نفر او دوا را به شکل دوامدار استفاده میکنه. در قسمت پیشگیری، در قسمت رژیم غذاییتان خیلی باید محتاط باشین. زیادتر از منابع نباتی استفاده کنین، از گوشت کمتر استفاده کنین، مخصوصا از گوشتی که رنگ سرخ داره، مثل گوشت گاو، مثل گوشت گوساله، گوسفند، از اینا کمتر استفاده کنین. از گوشتی که به رنگ سفید است مثل گوشت مرغ و ماهی، از اینا میتونین که استفاده کنین. در ضمن از غذاهای چرب کمتر استفاده کنین، از غذاهای شور کمتر استفاده کنین، از چربی حیوانی اجتناب کنین. و نکته آخری همی است که همه ساله باید یک سری معاینات انجام بدین، مثل معاینات گرده، و در آخر هم دوای خود به شکل منظم و مناسب استفاده کنید. در آخر هم اگر این ویدیو را مفید یافتین با دوستان و عزیزانتان هم شریک کنین و اگر ولاگ افسردگی زمستانی ما را ندیدین کافی است که این قسمت را کلیک کنین و اگر ولاگ گاز گرفتگی یا مسمومیت با گاز کربن مونوکساید ندیدین این قسمت را کلیک کنین و اگر تا هنوز چینل را سابسکرایب نکردین این قسمت را کلیک کنین. وقت بخیر.